این پست رو توی این اتاق بدون هیچ تجهیزاتی دارم میگیرم. شاید این بار رفتم اکسپلور، خدا رو چه دیدی. من اینجا هستم تا بهت اطلاعات دقیق و درستی بدم تا بتونی بیماری‌هات رو درمان بکنی. راستش نه حوصله و وقت این همه ادیت کردن رو دارم، نه توانش رو دارم. من اومدم که یک تأثیری بذارم و یک تغییری ایجاد بکنم. راستش رو بخوای از اینکه میبینم زن‌های سرزمینم اکثرا با مشکلات قلبی و ناراحتی‌های مختلفی دست و پنجه نرم میکنن، حالم بد میشه و قصه میخورم. حالا هم این ویدیو رو فقط یه بار ضبط کردم و میخوام توی پیجم بارگذاریش بکنم. اولین نکته که باید در مورد حملات پنیک بدونید اینه که مشکل حملات پنیک اینه که قلب سرد میشه. قلب از حرارت میفته. قلب شما برای فعالیت کردن نیاز به حرارت داره. حالا یه نکته مهم، شما این رو باید بدونین اگر 1001 آزمایش قلبی بدین، تست بدین، نوار قلب بدین و 1001 چیز دیگه، کسی به شما نمیگه که قلبتون سرد شده. حالا اگر دوست داری که بیشتر در مورد این بیماری بدونی، با من همراه باش. بهت قول میدم، نکاتی رو بهت یاد میدم که کامل این بیماری برطرف بشه، علتاش رو بدونی و اینکه بتونی به کلی از آدم‌های اطرافت، خانم‌های اطرافت کمک کنی.